خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اولی کار را که میکنیم به خاطر که ویندوز نصب کنیم اولین کار را که باید انجام بدهیم چی است؟ فلش خود بوتیبل کنیم. چه رقم؟ مثلا این فلش ما 8 جی بی میخوایم از طریق از ویندوز نصب کنیم. آیا ویندوز هم تو کاپی کنیم میشه نصب؟ نه. پس چی میکنیم؟ ابتدا ما و شما میگیریم فلش بوتیبل میکنیم. به چه شکل؟ اینجا میایم برنامه وینتوی باز میکنیم. زمانی که برنامه وینتوی باز کردیم اینجا یس هم میزنیم، یک چند لحظه صبر میکنیم. بعد از اون میگه اینی فلش شماست شناختیم. اگه اینجا دیگه آردسک یا فلش دیگه بند باشه وارم نشان میده. باز خود دقت کن همون فلشی را که میخوای انتخاب کنی همون فلش باشه. مثلا فلش ما اینجا چی است نامش؟ دی. پس دی فلش ما چی است؟ از جمله فلش ماست دیگه. مثلا اینجا چی را گفته؟ دی و اف. قبلا نمیرم یک چی کردیم؟ یک دفعه بوتیبل کردیم. اینجا به دو تا پارتیشن یا را تبدیل کرده. درست است؟ این قسمتی را بیارم که منظم تر ببینی. اینه درایو دی، درایو اف. اگر نفهمیدی چی کنی هاردسکای تا بکش، تنها هم دو تا هاردسکت میمانه. صحیح است؟ تنها اینه فلشت مان خلاص. این حالا دیگه چی میکنی؟ اینجا فقط هم آدرس شمیتی این فلش 8 جی بی مز بدر این حالا میگه انستال. میگه بیادر این چیزایی که داخلش هست پاک میشه. باز تو چی میگی؟ یس دو دفعه نوشته میکنی. میگه میخوای پاک شه؟ بگو یس. دو دفعه نوشتهش کن. بعد از رو کلمه چی کلیک کن. با حروف کلام نوشتهش کن. دیدی؟ من که نوشته کردم قبول نکرد. وای ای اس نوشته کن. بعد از اوکی بگو. باز میگه باز هم مطمئن هستی که فرمت میشه فایل داخلش پاک میشه؟ میگه یس. بعد از باز یس. دو دفعه سه دفعه از پیش موجود تاییدی تلویز کنه فایلش پاک میشه. بعد از شروع میکنه اینجا با بوتیبل کردنش. ظرف 5 دقیقه 1 دقیقه الا 5 ثانیه برای تا این بوتیبل میکنه و اینجا تا آخر پر میشه. زمانی که اینجا پر شد چی میکنی؟ این فلش ما بوتیبل شد. بعد از چیزی که تو نیاز داری ویندوز است. درست؟ بعد از ویندوز نصب میکنی. با چه شکل نصب میکنی؟ اینجا یک رفرش میکنم که حالا هارد دیسک مرا بیاره. این فایلای ویندوز هم میری پیدا میکنی. یا از اینترنت دانلود میکنی یا که ایره اینجا میگه کاپی. زمانی که کاپی گفتی باز داخل فلش میگی پیست. حالا که پیست بگویم نمیاد به خاطر که حجم ویندوز که پیش من است بسیار بلند است حجمش. به او خاطر اصلا نمیگیرم. به او خاطر من یا پیستش نمیگم. ولی باز اگر ویندوز 11 رو بیایم اینجا کاپی بگویم مثلا اینجا داره میاد حجمش بسیار کم است. اینه از چی میفهم؟ اینه 3.52 بیره کاپی بگویم کار میده. اینجا بیایی داخل فلش چی میگی؟ پیست. زمانی که پیست گفتی داخل از چی میشه؟ داخل از این میایی. بعد از اینی کاپی که شد تا آخر کرد بعد از این شروع میکنیم به نصب کردن ویندوز. صحیح است؟ باز اگر ویندوز در نگرفت ویندوز 11 میذارمش. صحیح است؟ خب این بود طریقه بوتیبل کردن فلش. متوجه هستی؟ اگه یک فلش ها دیگه بند کنی اف نوره بزنی جو برات نمایش نمیده. خب این که گفت بود. برای ویدیوهای بیشتر و حمایت از ما چینل ما را سابسکرایب کنید.